سلام و عرض ادب. امروز اومدم آموزش رانندگی با ماشین اتومات رو به شما بگم و خیلی هم راحته، کافی حواستون رو جمع کنید. ببین 4 حالت داریم. حالت اول پارک، حالت دوم دنده عقب، حالت سوم خلاص، حالت چهارم ماشین در حالت دنده یا آماده به حرکت هستش. این نکته ای که اینجا وجود داره اینه که شما از پای راستتون فقط باید تو ماشین های دنده اتومات استفاده کنید و پاتون رو باید روی گاز و ترمز باشه و از پای چپ به هیچ عنوان استفاده نکنید. یه نکته مهمی که وجود داره اینه که شما توی زمانهایی که میخواید توقف کوتاه داشته باشید به هیچ عنوان نباید ماشین رو تو حالت خلاص قرار بدید. فقط در زمانهایی که توقف شما بالای 1 دقیقه هستش حتما باید تو حالت خلاص قرار داده و دستی رو بکشید. به هیچ عنوان توی توقف‌های کوتاه خلاص نکنید. با من باشید. این نکته مهم دیگه هم دارم بهتون بگم، به دردتون میخوره. حالا دوستان نکنید PRND. من ماشین رو تو حالت پارک گذاشتم و خاموش کردم. نکتهش اینجاست که اگر شما بخوای ماشین رو تو حالت پی قرار بدید، زمانی که توقف کردین حتما باید رو حالت ان قرار بدید، دستی بکشید و اون زمان هستش که میتونید برید توی حالت پی ماشین رو قرار بدید. ممنون از شما که منو حمایت میکنید و فالو و لایک یادتون نره. ممنون از شما.